حکایتی واقعی، مردی که در پیری موفق شد. سالها پیش مردی در امریکا زندگی می کرد. زندگی او از همان ابتدا آسان نبود. در کودکی پدرش را از دست داد و مجبور شد از سنی کم کار کند تا به خانواده‌اش کمک کند. او شغل‌های زیادی را امتحان کرد، از کارگری ساده گرفته تا رانندگی، فروشندگی و حتی مدیریت یک پمپ بنزین. اما هیچ کدام از این کارها برایش موفقیت واقعی نیاورد. بارها شکست خورد، بارها کارش را از دست داد و بارها ناامید شد. اما یک چیز در وجودش همیشه زنده بود: تلاش. او همیشه تلاش میکرد. جرقه کوچک در میان همه این سختی ها یک مهارت خاصی داشت. او می توانست مرغ سرخ کرده بسیار خوشمزه درست کند. کم کم در همان پمپ بنزین برای مسافران غذا درست کرد. غذایش آنقدر خوش‌طعم بود که مشتریان فقط برای خوردن غذای او توقف میکردند. اما باز هم زندگی با او مهربان نبود. رستورانش در یک آتش سوزی از بین رفت، جاده اصلی تغییر کرد و مشتریان کمتر شد و باز شکست خورد. لحظه ای که بیشتری مردم تسلیم می شدند و وقتی به سن 65 سالگی رسید تقریبا همه چیز را از دست داد و داده بود. نه پولی کافی داشت، نه شغل ثابت و نه امید دیگری در آن ببیند. بیشتری مردم در این سن به فکر استراحت هستند، اما او تصمیم گرفت از صفر شروع کند. او تنها چیزی که داشت یک دستور خاص برای مرغ سرخ کرده بود. پس تصمیم گرفت آن را به دیگران پیشنهاد دهد. 1000 در بسته او به شهرهای مختلف سفر کرد. در رستوران ها را میزد و میگفت اجازه بدهید غذایم را امتحان کنید. اگر خوشتان آمد فقط درصدی از فروش را به من بدهید. اما پاسخ بیشترشان یک چیز بود: نه. یک بار، 2 بار، 10 بار، تا اینکه این نه ها بیش از 1000 بار رسید. تصور کن، بیش از 1000 بار رد شد بدون اینکه تسلیم شود. هر کسی که جای او بود شاید خیلی زود کنار میکشید، اما او نه. اولین بله. بالاخره بعد از تلاش های زیاد یک رستوران کوچک و پیشنهادی را قبول کرد و همان یک بله آغاز یک تغییری بزرگ شد. طعم غذای او آن خیلی زود محبوب شد و رستوران های دیگر هم کم کم خواستند از دستور او استفاده کنند. تولید یک برند جهانی. با مرور زمان این ایده به یک شبکه بزرگ از رستوران ها تبدیل شد و نامی KFC در سراسر دنیا شناخته شد. امروز تصویری همان پیرمرد با لبخند آرام روی هزاران شعبه در جهان دیده می شود. کسی که زمان هیچی نداشت اما ایمانش را از دست نداد. پیامی زیبا و بزرگ این حکایت. این داستان فقط درباره یک رستوران نیست، درباره زندگی است. مهم نیست چند بار شکست خورده ایم، مهم نیست چند نفر به تو نه گفتند، مهم نیست چند سال داری. اگر چیزی در درونت هست به آن باور داری، حتی یک قدم کوچک هم میتواند سرنوشت را تغییر دهد. جمله برای یادگیری: گاهی تنها چیزی که بین تو و موفقیت فاصله است یک بله بعد از صدها نه است.